این بار دیگه حتما بهش میگم نه. خب ظاهرا گفتم بله. سلام بچه ها، این سیروسه. سیروس یه مرد نمونه است، مهربونه، دلسوزه و یه ویژگی عجیب داره. تارهای صوتیش توانایی تولید کلمه نه رو ندارن. چرا هیچ وقت نمیتونم بگم نه نه نه؟ شما هم سیروس درون دارید، همون صدایی که وقتی خسته اید میگه بله، وقتی پول ندارید میگه دارم و وقتی از مهمونی متنفرید میگه چه خوش گذشت. امروز میخوایم مغز سیروس رو باز کنیم و ببینیم کدوم سیمش اتصالی کرده. میخوایم یاد بگیریم چطور بدون اینکه تبدیل به یه آدم شرور بشیم افسار زندگیمون رو پس بگیریم. برگردیم به 50,000 سال پیش. اجداد سیروس. اون زمان قانون ساده بود، یا اطاعت میکنی یا از قبیله پرت میشی بیرون. اون موقع تنهایی مساوی بود با خوراک حیوونا شدن. برای همین مغز ما نگفتن رو معادل مرگ ثبت کرده. ماشین تو بده. وقتی زود. میخواید به پسر خالتون بگید ماشینمو نمیدم، مغز خزنده شما فریاد میزنه خطره، اگه بگی نه میمیری. بعدش نوبت تربیت شد. ما یاد گرفتیم عشق شرطیه. سیروس یاد گرفت برای اینکه دوست داشتنی باشم باید خودم رو نادیده بگیرم. اینجوری بود که مهرطلبی متولد شد. ساعت 5 عصر. پایان ساعت کاری. آقا سیروس این گزارش ها رو بزن، فردا صبح اول وقت میخوام، تو که دستت تنده. ذهن سیروس فریاد میزنه بگو نه، امشب سالگرد ازدواجته. چشم قربان، خیالتون تخت. و بوم، سالگرد ازدواج کنسل شد. سیروس دوباره به خودش نگفت. و البته کامران، دوستی که فکر میکنه سیروس صندوق صدقات سیاره. سیروس جان 5 تومن داری دستی بدی؟ گیرم. سیروس خودش پول لازم داره، میخواد بره دندون پزشکی، ولی سیروس پول دندونش رو میده به کامران تا بره با دوستش کافه. چرا؟ چون میترسه کامران ناراحت بشه. خب چطوری از این بدبختی خلاص شیم؟ تکنیک اول، خودت رو بزن به هنگ کردن. مشکل شما اینه که سرعت پاسخگوییتون زیادی بالاست. وقتی کسی درخواستی داره، مغزتون نباید فوراً فایل بله رو دانلود کنه. بذارید بافر کنه. این سکوت چند ثانیه به مغزتون اجازه میده از فاز احساسی، ترس بیاد بیرون و بره تو فاز منطقی. بعدش فقط بگو الان حضور ذهن ندارم، بذار چک کنم خبر میدم. حالا میرسیم به خود کلمه نه. اگه این آجر را همینجوری پرت کنی تو صورت طرف، خب معلومه دعوا میشه. باید آجر رو کادو پیچ کنی. ما بهش میگیم تکنیک آجر لایه پنبه. اول نشون بده که حالش رو میفهمی. مثلا میدونم خیلی کار داری و شرایطت سخته. بعدش ضربه رو بزن، ولی کوتاه. اما من نمیتونم انجامش بدم. و آخرش راه رو باز بذار. ولی شاید علی بتونه کمکت کنه. و قانون طلایی، بهانه تراشی ممنوع. آخه نمیشه، من یه مشکلی دارم که نمیتونم انجامش بدم. اصلا نگران نباش داداش، خودم مشکلتو حل میکنم. وقتی دلیل میاری، یعنی داری میگی من میخوام بیام ولی این مشکل نمیذاره. طرف مقابل میگه خب من مشکل رو حل میکنم و تو گیر میافتی. پس فقط بگو برام مقدور نیست. تمام، بدون توضیح اضافه. و حالا لحظه امتحان نهایی سیروس. سیروس ماشین تو آخر هفته میدی؟ این لحظه سرنوشت سازه. قلب سیروس داره میکوبه. نه کامران جان، این هفته ماشین رو لازم دارم. باشه پس اسنپ میگیرم. تموم شد؟ نه، الان عذاب وجدان میاد سراغت. حس میکنی آدم بدی هستی، ولی این حس فقط درد ترک عادته. تحملش کن، این نشونه رشده. هر بار که به بقیه میگی نه، داری به خودت و آرامشت میگی بله. تمرین امروزتون: به یه چیز کوچیک که نمیخواید بگید نه.
و نتیجهش رو تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه ها. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.